مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 24 دکامبر در یک اظهارات ویژه که توسط خبرگزاری دولتی خاور نشر شد گفت وقت‌های آخر حادثه‌های عمل‌های اغواء‌انگیزانه شهروندان و مرزبانان جمهوری قرقیزستان بیشتر به مشاهده رسیده باعث بد شدن وضع در سرحد می‌گردد. بنا به معلومات قشون‌های سرحدی تاجیکستان 22 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 13:50 در موضع دهه چشمه نویه لخش جمهوری تاجیکستان ماشین تمغه اوپل با رقم دولتی قرقیزستان 5049 دی هنگام عبور غیر قانونی سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان بازداشت گردید. معاین کرده شد که در ماشین 4 نفر مرزبانان مسلح جمهوری قرقیزستان قرار داشتند. ضمن صحبت و توضیح درباره عبور غیر قانونی مرز و وارد شدن به قلمرو تاجیکستان، مرزبانان قرقیز گفتند که این عملها را طبق دستور سرداران خود انجام دادند. سردبانان قرقیز با نظرداشت طلبات سازشنامه‌های قبلا حاصل شده به قلمرو قرقیزستان برگردانیده شدند. گفته می شود در بیانیه مرزبانان تاجیک. اینچنین می افزاید مرکز مطبوعات قشون‌های مرزبانی تاجیکستان 22 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 14:10 در حدود شهرک خستیورز ولایت سوغد تاجیکستان دلیل عبور غیر قانونی سرحد دولتی از جانب ماشین تمغه کماز با رقم دولتی جمهوری قرقیزستان ثبت گردیده است. طور معلوم شد ماشین سوزشواری به یک شهروند قرقیزستان تعلق دارد. با مقصد نگاه داشتن نقلیات ویران کننده قاعده مرزبانان تاجیکستان اشاره بازداشت کردند، اما راننده به طلب مرزبانان تاجیک اعتبار نداده سرعت ماشین را افزایش داده خواسته است مرزبانان را پخش کند. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده ماشین بازداشت شده. هنگام بازداشت راننده ماشین آسیب ندیده است. آمده است در بیانیه. یادآور می‌شویم قبلا خدمات مرزبانی قرقیزستان مرزبانان تاجیک را گناهکار کرده بود که ماشین کماز تحت اداره شهروند قرقیزستان به امرو در حدود قرقیزستان در راه مقصد ژشتیق نگاه داشته میخواستند زوراً به قلمرو تاجیکستان برند و وقتی راننده از دست آنها فرار کرده است به طرف ماشینش تیر کشیدند. بنا به معلومات مرزبانان تاجیک علاوه بر این شب 22 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 23:00 از جانب شهروندان جمهوری قرقیزستان در دهه سامانیان شهر اسفرای ولایت سوغد به منزل یک شهروند جمهوری تاجیکستان تیراندازی صورت گرفته است. تیر از نقطه اهالی نشین مایسکی قرقیزستان پرانده شده است. در نتیجه تیره‌های خانه یک شهروند جمهوری تاجیکستان آسیب دیدند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان گفت وابسته به همه حادثه‌های سرحدی ذکر شده در سطح نمایندگان مرزبانی جانب‌ها ملاقات‌های کاری برگزار می‌شوند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز نویه‌های بادکند و لیلک قرقیزستان با جماعت‌های شهر اسفره و نویه‌های غفورو و تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زده‌خوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و حدود 240 زخمی شد. این زده‌خوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های مرزی آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می‌شوند.